از زمانی که منبر بودم تا حاضر میگم همیشه پیروی از مذهب حنفی کنیم، دائم پیروی را از مذهب حنفی برادرای عزیز بیرون سراغ نکنیم، زیرا در داخل مذهب ما و شما آن چیزی را که تو سراغ داری از بس به علم به سوادی یا فریفته کسی دیگری شده از درون همون مذهب تو دریافت کرده میکنی. این عیب تو هایی که تو نمیفهمی، تو نمیدانی، تو ندیده. اگر امام ابو حنیفه برادر عزیز با گفته بعضی از برادرای ما که او اهل رای ای عقلش سخن پیغمبر ماندگی، سخن خدا ماندگی بوده است و ای عقلش کار بفرمانده، اگر به شرطی که مثل همین گفته برادران میشی، حضرت امام ابو حنیفه نمیگفت که سخن مرا در قرآن و حدیث اگر نیافتی با دیوار زده پرچه پرچش کنی. اینا برای چی گفت؟ یا خود حضرت امام اوزاعی خطیب همین بحث بگیم بحث نه، حتی امام ابو حنیفه را پیش حضرت امام اوزاعی که اومدک محدث بود، حتی شاگرد امام ابو حنیفه عبدالله ابن مبارک وقتی پیش امام اوزاعی رفت برای تعلیم حدیث، گفت از کجایی؟ گفت از کوفه. گفت این شهری یک از ابو حنیفه میگن با رای کار میکنه، با عقلش کار میکنه، حدیث های پیامبر مونده که از اون شهری دیگه عبدالله ابن مبارک یکم گفت نزد خلق کردن برای که شاگرد ابو حنیفه بودن، میدونید این تهمت در شأنی بود. پگاه بعد همون گویم دست خطایی که حضرت امام ابو حنیفه داشتن هموکر را آوردن گفتن حضرت امیر یک مطالعه کن. مطالعه کرد، وقتی برآمد گفت که مال کی است؟ او مطالعه کردی؟ ای گفت کدام آدمی هست بسیار عالمی کلام است. گفت همین همون ابو حنیفه هست که شما گفتین که وای با حدیث و آیت کار نمیگه، با عقلش کار میکرده. برای بسیار مسئله بود. حتی محمد باقر کتیم نبیره پیغمبر ما کتیم حتی روبرو شیدن، همون دارم برده سیاش کردن، گفتن ابو حنیفه از رایش، از عقلش، از شغلابی خودش استفاده میبرد. محمد باقر گفت ای مردک خوب، تو سخن بابای من ماندگی به عقل کار میکنی. و حق داشتن گفت زنن، اون نبیره پیغمبر بود. این حضرت احترام کرد، گفت بسیار نیک میشد، شیریم روبرو هر دومان صحبت شیشتن. دیگه گفتن که امام ابو حنیفه را در حال حضرت امام ابو حنیفه یک دو سه مسئله را پیشش آورد. گفت نماز مهمتر است یا روزه؟ ابو حنیفه محمد باقر را گفت کدامش مهمتر است؟ و البته نماز مهمتر است. گفت اگر من به عقل کار میکردم برای زنکایی که حیض میبینن، اگر ماه رمضان میشد میگفتم که خب نمازاتونه، روزتونه، نمازاتونه نخوانین و نمازاتونه بخوانین و روزتونه نگیرین. ولی فرموده الله مهربان است که زنی که از حیض که پاک شد او روزش قضا میداره و نمازش نمیخونه. اگر چی نماز حکمش بلند است ولی من با عقل کار میکنم، من عکسش فتوا میدادم. احمد باقر گفت پلیتر گفت پیشابه یا که منی پیشابتره، منی نجیستره یا که پیشاب؟ اون پیشاب یعنی پیشاب به نماز میکنن. اگر آب منی در لباس مونم بزنن پاکشید بیرش چی کردیم ما میکنیم نماز بخونیم. گفت البته پیشاب پلیتره. گفت پیشاب که پلیتر باشد من به عقل کار میکنم، هر پیشاب دا میگفتم غسل کنیم و در منی مقصد میگفتم که طهارت کنیم. لیکن حکم شریعت که در پیشاب باید طهارت کنند، در منی باید غسل کنند. میگم محمد باقر ایجوش کس ای پیشونیش بوسه کرد.
او پیش من در شما را سیاه کردم. از این لحاظ برادرای عزیز بسیار احتیاطین. من همچون برادرتون به خدای مهربان قسم به خاطر خدا میکنم، یگان غرض ندارم در وصیت شما. ما اولاد به اولاد اجداد با این مذهب آمدیم. همین امام قرضاوی از زنده در شهر قطر از عمر 90 هم گذشته. یکی از عالم‌ها بسیار برجسته، صاحب چند کتاب، حتی شیخ‌های عرب هم اعتراف میکنند عالمی شد. این چی میگه؟ میگه در کدام دولتی که کدام مذهب فعال باشد دیگه مذهب داخل نشود که در اونجا فتنه میشود. گفتن حضرت چیکار کنیم پیش روی فتنه را بگیریم، همین جنجال‌های بین مسلمانان نشود. او کدام دولتی در کدام مذهبی در اونجا مذهب دیگه نرود. اگر که 4 مذهب بر حق هم دارد، لیکن اینش در اینش بگه ندارد. همین شبکه‌هایی که من نمیدونم در روسیه میگیرن اینمی مثال حق توحید و اینمی مثال در تاجیکستان هم یا کانال شبکه‌ها میگیرن در اینجا میگیرن. همین شبکه‌ها دارم من گوش کردم. اونم عبدالفتاح خدمتی را، اونم عبدالقدوس دیخانه، همین را گوش کردم. سوال دادن از افغانستان که حضرت ما همین تراویح را 80 بخونیم یا 20. گفتن که اصلا نشویدی 20 رکعت 8 رکعت تراویح در یگان روزه قرار دارد. نامد از پیغمبر یگان حدیثی که پیغمبر من 8 رکعت تراویح خواند. کجا در اون حدیث؟ او حدیثی که 8 رکعت را برادرها بعضی ها میارن، او ای نماز تهجد است. او خودش هم در باب تهجد آمد. باب تراویح خودش مخصوص باب است که سخن حضرت عمر هم میارد که در زمان خودش آمد مردم هم که جمع شده که هر کی تراویح را جدا میخوان، حضرت عمر گفت ابی ابن کعب است، یعنی حافظ قرآن همون زمان پیامبر من حتی گو هستن. گو حضرت پیش شدن روان 20 رکعت ای پشتش حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبدالله بن مسعود، جمعی اصحابی که همه عالم و همه صاحب مرتبه بودن ای پشت حضرت نماز خواندن، 20 رکعت خواندن. اونها برادرای عزیزی طریق نمی‌ترسیدن که یکی اگر ما بازی بگیم حضرت عمر توی را جا آوردی، حضرت عمر حکم قتل شد را و از هیچ حذر نداشتن. کسی سنت پیغمبر از ذره اگر یگان عوض میکرد به خدا باور کنید او را احوالش که بد بشید، ولی یک کس اعتراض نکرد.